علیکم مخلصای عزیز، یک قصه میکنیم برای برادرایی که موتورسیکل نصب میبینن. برای برادرایی که موتورسیکل دوست دارن، یک یوانی میخواد دوشنبه برای راه میبره، موتورسیکلیست من میکنه، میگه برادر کم تاثیر استومیم، اگر اجازت باشه ما رو تو همون دوشنبه را بر، میگه مرحمت بشی، میشینن زودید میکنن. موتورسیکلیست ای پیش یوانی ای قفا نمیره، میره موتورسیکلیست فاست گوز مونده است. این بیچاره در قفا شتگی بو رو میفهمی کوخی یک جونی بوی چه وقت نفسم گرفت. موتورسیکلیست برادر بوی کالوتکه های با میرسن با فس میمونه. ای برات میگه نفسم گرفت وقت بوی چه؟ میگه بوی کالوتکه ها بوی کالوتکه ها میرن دوشنبه 46 میفروی یوانی یا 10 سومتیه موتورسیکلیست نمیگیره، میگه برادر کیسه ده بزن بگی، میگه در مفتت بگو مفت ساز کن. سگرانم بیدادم ویلم شد، نگهبانی تمامی منزلم شد. ببین فرقیت تیما خوشر جان، ببین فرقیت تیما خوشر جان. با انسان خوب کردم دشمنم شد. بیا تیما خم اگم برا ای خانه، بیا تیما خم اگم برا ای خانه. لالوی مکد بیا تو تیما خی جانانه.